درود عرض ادب. محمد تارخانی هستم. اینجا کانال آوان کمپه. توی این ویدیو و مستند کوتاه اومدیم به دنبال مار آتشی، یکی از پرپراکنش ترین مارهای غیر زهری ایران که 100% اگر با کشاورزی و زندگی روستایی آشنا باشید این مار رو توی طبیعت دیدید، چون مناطق کشاورزی، باغ‌ها به این شکل مزارع سرسبز زیستگاه این مار هستش. ما جای دوری نیومدیم، کنار جاده ماشین اونجا پارک کردیم. پایین دستم یک روستاست، چون اینجا زیاد گزارش دادن اینجا مار آتشی زیاد دیدن، اومدیم به دنبالش. ماریه که تا 2 متر هم رشد میکنه، مار بزرگ جثه‌ای هستش و چون رنگ قرمز و مسی رنگی داره باعث ایجاد ترس و رعب و وحشت میون کسایی میشه که این مار رو میبینن. و مار تهاجمی هم هست. اگر توی تنگنا قرار بگیره یا فردی بخواد رد بشه یا بخواد به قلمروش نزدیک بشه، ممکنه حرکات تهاجمی نشون بده و بخواد گارد بگیره و از خودش دفاع کنه. به خاطر همین مردم ترس زیادی نسبت به این مار دارن که ترکی بهش قزل ایلام میگن، مار آتشی میگن اگر بزنه پودر میکنه، این قرمز حتما خطرناکه، در حالی که اینطور نیست. مار آتشی یک مار غیر زهری بزرگ جثه، رنگ قرمز یا مسی و در اکثر مناطق کشور زیستگاه داره. میریم الان به دنبالش میگردیم. اگر این گونه رو دیدیم تصاویر جذاب و فیلم های جذاب رو به شما نشون میدیم که بیشتر با این مار آشنا بشید. خب چی پیدا کردی آقا اینجا؟ چه بزرگه کاملا سنگش خیلی عالی. یکی از عنکبوت‌های فراوان در ایران، عنکبوت گرگی یا ولف اسپایدر، که گزندگی و زهر داره ولی کشنده نیست و به این شکل خیلی‌ها با روتیل اشتباه می‌کنن، فکر می‌کنن روتیل، در حالی که این عنکبوته و در تمامی استان‌ها زیستگاه‌هایی ما از عنکبوت گرگی رو داریم یا ولف اسپایدر. چشمای خیلی قوی دارن، توی شب اگر چراغ قوه بندازید چشماشون میدرخشه و تا حدی اگر طعمه یا شکاری نزدیک لونه‌شون باشه، چون توی لونه‌ها مخفی میشن، منتظر شکار میمونن، دنبال اون شکار حرکت میکنن. به اتفاق آقا محمد جهان هستیم و آقا آیین عزیز توی این سفر. خب دوستان این منطقه رو ببینید، بعضی گل‌ها تازه شکوفا شدن. منطقه مرتفع ییلاقیه، به شدت زیستگاه مناسبیه برای خزنده‌ها، جونده‌ها، پرنده‌هایی که میان این منطقه. آبراه‌های متنوع از خط القرها سرازیر میشه و اینم بوته گلپره، همون ادویه خوشبویی که استفاده میکنیم. ببینید برگاش پهنه، به این شکل از خانواده گلچتریاس گل میده و در نهایت دونه‌هاش حالا این نرسیده بزرگ میشه، خوش میشه و اینا رو میکنن، آسیاب میکنن و میشه پودر ادویه گلپر. توی مناطقی که پر آب باشه این بوته رشد خیلی زیادی داره و قدش تا 2 متر 3 متر هم من دیدم رشد میکنه و برگاش پهن میشه. توی مناطق کم آبتر مثلا کوهستانی بوتش کوچیکه و زیاد رشد نداره. روی بدنه گلپر از پرزهایی تشکیل شده که این پرزها موجب میشن که پوست به خارش بیفته، قرمزی، التهاب و بعضی انسان‌ها بهش حساسیت دارن. سعی کنید ترجیحاً توی مکان‌هایی که پیمایش میکنید اگر گیاه گلپر یا گیاه‌های زیادی اونجا هست از لباس پوشیده مثل من ببینید استفاده کنید. اینجا یه خرمگس هم داره، الان نشست رو دستم زد. به شدت نیش دردناکی داره، قشنگ فرو میکنه و خون میمکه. توی فصل تابستون و بهار سعی کنید از لباس‌های پوشیده استفاده کنید، کلاه آفتابی بزنید، از عینک آفتابی استفاده کنید تا کمتر آسیب ببینید و بتونید لذت ببرید از طبیعتگردی و کوهنوردیتون. به پیمایشمون حالا ادامه میدیم. خب دوستان عزیز، یک گونه از اسکینگ ها به نام اسکینگ چشم ماری، دستاشو ببینید چقدر کوچیکه و ظریفه. به این دلیل به اینها میگن اسکینگ چشم ماری، به خاطر اینکه پلک ندارن. خیلی از مارمولک های ایران، خانواده لیزارد ها، پلک دارن، برخلاف مارها که پلک ندارن و چون اینم پلک نداره بهش میگن چشم ماری.
و میشه گفت کوچکترین اسکینگ ایران هم هست. دست و پاهای کوچیک و دمی دراز و بدن نرم و صیقلی داره که بعضی مناطق بهشون روغن لیسک هم میگن. خیلی زیباست، یکی از گونه‌های اسکینگ های خیلی زیبا که ما رهاش میکنیم که دیگه باش کاری نداریم. بذارم اینجا که بره. خب دوستان عزیز، همونجوری که داشتیم میگشتیم، ما وقتی که داریم میگردیم اگر گونه‌ای ببینیم که احتمال میدیم شما سوالی داشته باشید یا در آینده باهاش مواجه میشید، مطلب میذاریم و یه اطلاعات عمومی بهتون میدیم. عنکبوت‌های باغی بسیار زیبا با طرح و رنگ‌های مختلف، قرمز، نارنجی، زرد و یه مقدار پشمالو هستند. زهر دارن، میتونن بگزن، ولی خطرناک و کشنده نیستن مگر اینکه اون شخص به گزش حساسیت داشته باشه، مثل حساسیت به نیش زنبور که خیلی از افراد حساسیت دارن و باعث شوک‌های آنافیلاکسی میشه. خیلی مفیدن با شکار حشرات، مگس‌ها و خیلی از حشراتی که با انسان میونه خوبی ندارن به کشاورزی و حالا اون فعالیتی که ما انجام میدیم مفید هستن. یک تار بزرگی میتنن روی گیاهان و در مرکز اون تار میمونن و شروع به شکار میکنن و الان میبینید احساس امنیت نداره روی تارشه و دائما داره تار میتنه. خیلی زیباست. تصاویر ماکروش رو میگیرم بهتون نشون میدم. ببین الان اینجا تارش رو متصل کرد، الان آویزون شد. در کل موجوداتی رو که نمیشناسید، اطلاعات و آگاهی ندارید، بهشون دست نزنید و بهشون نزدیک نشید. این گونه زیبا رو ما رها میکنیم که اینجا خیلی زیاد بودن که به زندگی خودش ادامه بده. دوستان عزیز، ما همچنان دنبال مار آتشی هستیم. چندین روز طول کشیده ضبط این کلیپ، چون ممکنه تو روزهای متمادی ما چیزی نبینیم و امروز اومدیم این منطقه رو پیمایش کنیم. در دقیقاً نزدیک همون روستا هستیم که کلیپش رو دیدید. منطقه تقریباً یه منطقه کشاورزی هستیم و درختای صنوبر دیمی رو داریم و این بالا هم یه چشمه است، درختای میوه، یک مکان خیلی مناسب برای مارهای آتشی. حالا ما این منطقه رو پیمایش میکنیم که اگر مار آتشی دیدیم بهتون معرفی کنیم. یکی از مارهای خیلی زیبا به رنگ قرمز که خیلی ازش ترس دارن. امیدوارم که بالاخره بعد از چندین روز این تلاش همون به ثمر بشینه و بتونیم ببینیمش. خب دوستان عزیز، ما بالاخره موفق شدیم یک مار آتشی پیدا کنیم، اما این مار آتشی فعلا نابالغه. با آقا محمد جوان و آقای آیین هستیم توی منطقه کنار صنوبرا که پیش حفره موش‌ها بود و تونستیم بگیریمش. ببینید این مار آتشی الان نابالغه و دارای طرح و رنگ و خال هستش. یه رنگ زیتونی توسی تقریبا با خالهای قرمز و مشکی. ببینید اینجا حالا یه خال قرمز بزرگ هم داره که این نم نم رنگش تغییر میکنه وقتی که به بلوغ برسه و کامل رنگش مسی یا به رنگ قرمز رنگ میشه و جثه‌اش هم بزرگتر میشه تا 1.60 متر هم میرسه. یک مار بسیار تهاجمیه، با اینکه حالا کوچیکه و نابالغه ولی میتونه خوب گاز بگیره، ولی غیر زهریه همونجور که بهتون گفتم و خیلی از مردم ترس دارن نسبت به این مارها. حالا امیدوارم که ما گونه بالغش رو هم ببینیم و به شما نشون بدیم. ببینید مردمکش کاملا گرده و یک مار تیزهوشه و حتی میتونه از مارهای دیگه هم تغذیه کنه و یکی از شکار مورد علاقهش مارهای دیگه است. البته جثه‌های کوچکتر از خودش رو به راحتی میتونه، حتی مارهای زهرگین، گرزه‌های کوچیک رو هم میتونه شکار کنه و بسیار سریع توی طبیعت، خیلی سریع فرار میکنه. ولی اگر با مهاجم روبرو بشه خودش رو تقریبا جمع میکنه و حالت گارد میگیره، هم از خودش صدا در میاره و هم حمله میکنه، ولی غیر زهریه و هیچ خطری برای انسان نداره. مثل تمام موجودات دیگه وقتی که توی تنگنا قرار بگیرن از خودشون دفاع میکنن. ببین الان آرومه. دوستان عزیز، بالاخره بتونستیم
مار آتشی بالغ رو پیدا کنیم. الان ساعت 9:30 صبح و هنوز کرخته و نمیتونه تحرک زیادی داشته باشه. با آقا محمد پیداش کردیم. ببینید این یک گونه بالغ از مار آتشی هستش. رنگ قرمز، مسی رنگ، که مردم ترس زیادی از این گونه مار دارن. مار آتشی به ترکی قیزیل ایلان، بعضی نقاط مار اسبی هم بهش میگن. ببینید طولش چقدره، دومش حالا جگره زده و این یک گونه بالغه. بسیار تهاجمی ان مارهای آتشی. وقتی که با مهاجم روبرو بشن با فیس‌های شدید و گارد گرفتن و حمله کردن و گاز گرفتن از خودشون دفاع میکنن. به خاطر همین رفتار تهاجمیشون مردم ترس زیادی دارن و اقدام به کشتن این موجود بسیار مفید برای طبیعت میکنن. فلس‌های زیر بدنش رو ببینید چقدر زیباست. ببینید اینجا خال سفید داره، اینجا خال سفید داره. شکل سرش رو ببینید، یک چهره خشن و بسیار بسیار مفید برای طبیعت. مارهای آتشی از جونده های کوچیک میتونن از پرنده ها تغذیه کنن، میتونن از خزنده های کوچیک تغذیه کنن و مارخوار هستن، یعنی میتونن از مارهای دیگه هم تغذیه کنن و اونا رو شکار کنن، حتی از مارهای زهرآگین، البته اگر بتونن از پسش بر بیان. ببینید چقدر زیباست. بیشتر توی مزارع، باغات، روستاها، حاشیه شهرهایی که چشمه و فعالیت انسانی وجود داره، موش زیاد هست، این موجود هم زیست میکنه و یکی از شکار مورد علاقهش موش ها هستن. دوستان مناطق پراکندگی این مار شمال غرب رشته کوه البرز و شمال شرق هستش و بسیار تهاجمی. ببینید سریع گارد میگیره و هوشیار نسبت به پیرامون خودش. نمیخوام زیاد اذیتش کنم چون یه مقدار کرخته اول صبح. ببینید اینجا آب، سوراخ‌های زیادی این اطراف هست، ول‌های زیادی اینجا زندگی میکنن. از بالا آب جریان داره. اونجا زمین کشاورزی و درخت‌های میوه است. اینجا درخت‌های صنوبر کش شده هست که از چوبش استفاده میکنن و یک زیستگاه مناسب برای مار آتشی با نام علمی دولیکوپیس اشمیتی. این مار ببینید دمش رو ببینید بچه‌ها، آسیب دیده، قطع شده و الان من یه لحظه دیدم یه زخم‌هایی هم روی بدنش بود. این مشخصه که مورد ضرب و شتم قرار گرفته. ببینید اینجاش. یه کلیپی دیدم توی فضای مجازی، متاسفانه ببینید اینجاش هم هست. این مار رو انداخته بودن توی آتیش و فکر میکردن که کار درستیه، دارن مار خطرناک رو میکشن و به انسانهای دیگه خدمت میکنن، در حالی که مارها، تمامی مارها مفیدن برای طبیعت. به هیچ عنوان مارها رو توی طبیعت نکشید. این گونه زیبا رو حتما شما توی طبیعت میبینید، توی باغات، توی مزارع میبینید. به هیچ عنوان نترسید. رنگ قرمزی داره، رنگ مسی رنگ، حالت تهاجمی داره، فیس‌های شدید انجام میده که دست ما رو هم گاز گرفت. البته نمیتونیم خون رو نشون بدیم چون یوتیوب حساس روی موارد. ببینید چه فیسی کرد. حالا آقا محمد اگه بیاد جلو ببینید داره گرم میشه، آفتاب که بهش بخوره گرم میشه و با فیس‌های شدید هشدار میده. الان دیگه آروم شد. نمیخوام زیاد اذیتش کنم. جثه این مار توی طبیعت عموماً 1.20 متر، 1.30 متر دیده میشه، ولی تا 2 متر هم میتونن رشد کنن. گونه قبلی که بهتون نشون دادیم نابالغش بود، دارای خط و خال بود، رنگ توسی یا زیتونی بود با نقطه های مشکی رنگ. بزرگ که میشن بین رنگی میشن، بالغ میشن قرمز رنگ میشن. تا اینجای کلیپ که اومدید
لایکی، کامنت انگلیسی، یک حمایتی به ما بدید تا پرقدرت‌تر به محتواهامون ادامه بدیم. و اگر کانالمون رو سابسکرایب ندارید، ما در مورد خزندگان بندپایان حیات وحش مطلب میذاریم و خوشحال میشیم که به جمع ما بپیوندید و در جهت فرهنگ سازی و اطلاعات بیشتر به همدیگه کمک کنیم تا بتونیم از طبیعتمون نگهداری کنیم. یه مقدار که گرم بشه تهاجمی میشه. خیلی عالی، زیبا، واقعا زیبا. حالا ما این گونه رو رها میکنیم که به زندگی خودش ادامه بده. ببخشید صدام یه مقدار گرفته است. ما چند روز پیاپی توی کوهستان ها بودیم و یه مقدار بینیمون گرفته، سرما خوردیم و خوشحالیم که تونستیم این گونه رو به شما نشون بدیم.